دست و پا بریده ای را دیدم که 1000 پایی بکشت. صاحب دلی بر او گذر کرد و گفت سبحان الله، با 1000 پایی که داشت چون اجلش فرا رسید از بی دست و پایی گریختن نتوانست. چو آید ز پی دشمن جان ستان، ببندد اجل پای اسب دوان. در آن دم که دشمن پیاپی رسید، کمان کیانی نشاید کشید.